تا حالا شده بخوای توی جمع صحبت کنی اما یهو مغزت خاموش شه؟ با چند تا راهکار ساده میشه از پس این چالش برآمد. سلام، من محمد رضا نواقی هستم و اینجا تا تمام تجربیات و دستاوردهام توی بازار ایران رو طی همین ویدیوها در اختیار شما قرار میدم. پس با من همراه باشید. امروز میخوایم بررسی کنیم که چطور استرسمون رو هنگام صحبت جلوی جمع کنترل کنیم. من این مسیر رو به 3 بخش تقسیم کردم. بخش اول بخش درک استرس و هدایت اون انرژی هست. بخش دوم قبل از شروع صحبت و بخش سوم هنگام صحبت. هر کدوم از اینها چند تکنیک رو با هم بررسی می‌کنیم و جلو می‌ریم. بخش اول درک استرس. ببینید وقتی ما در موقعیت قرمز یا چالش قرار میگیریم مغزمون هورمون کورتیزول یا همون هورمون استرس رو ترشح میکنه و برای محافظت و آمادگی بیشتر بدن در این موقعیت هستش. پس وقتی که ما استرس داریم بدنمون آماده تر از حالت قبلشه و در حالت محافظت بیشتری قرار داره. این رو ما باید اول درکش کنیم و دوم این انرژی که به وجود اومده رو در راستای کارمون حرکت بدیم. یعنی به جای اینکه یک دستی باشه روی سینمون که جلوی حرکتمون رو بگیره، همون انرژی رو در راستای کاری که می‌خوایم انجام بدیم، مثلا همون سخنرانی توی جمع استفاده می‌کنیم. چطور؟ توی مراحل بعدی تکنیکایی هستش که با هم بررسی می‌کنیم. بخش دوم قبل از شروع صحبت. ببینید توی بخش قبلی یک انرژی آزاد شد، ما اون انرژی رو درک کردیم و خواستیم که هدایتش کنیم. اینجا در مرحله اول باید یک تصویرسازی مثبتی از کاری که می‌خوایم انجام بدیم و نتیجه داشته باشیم. یعنی خودمون رو توی اون جمع تصور می‌کنیم و حتی تعداد بیشتر و می‌بینیم که داریم چه کاری انجام میدیم، اون چیزی که دلمون می‌خواد و در نهایت اون نتیجه‌ای هم که به نظر خودمون مطلوب هست رو می‌بینیم و یه تصویرسازی مثبتی با چشم بسته حتما برای خودمون انجام میدیم. مرحله دوم سعی می‌کنیم قبل از اینکه توی جمع بزرگ مثلا 150 نفره 200 نفره که می‌خوایم صحبت کنیم قرار بگیریم، قبلش خودمون رو توی جمع‌های کوچیک مثلا 10 15 20 نفره که حالا مثلا تیم تدوین هستش، تیم آمادگی مراسم هست و توی اون موقعیت‌ها خودمون رو قرار بدیم تا یک مقدار بدن آماده‌تر از قبل باشه. تکنیک سوم تکنیک تنفس مربعی. بدن رو به حالت کارخونه برمیگردونیم. یک مقداری از جمع جدا شیم، در یک حالت یک موقعیت ریلکس قرار بگیریم و این تکنیک رو تکرار کنیم. 4 ثانیه دم، 4 ثانیه مکس، 4 ثانیه بازدم و دوباره 4 ثانیه مکس. در همین حالت چندین بار دم و بازدم داشته باشیم. با هم انجامش میدیم. و این رو چند بار تکرار کنید. بعداً در یک حالت ریست فکتوری، ریست کارخونه قرار میگیره و همه چیز در آرومترین حالت ممکنش قرار میگیره. و تکنیک بعدی تکنیک بادی اسکن. بعد از اینکه این تنفس مربعی رو انجام دادین سعی کنید یک مقداری از بدن خودتون رو لمس کنید. همیشه به این صورته که از داشته هامون غافل میشیم و یادمون میره که اصلا در چه وضعیتی و چه موقعیتی هستیم و چقدر خداوند برای ما نعمت آماده کرده. پس حالت بادی اسکن رو بگیریم، خودتون رو لمس کنید تا بذارین ذهنتون یادش بیاد که کجاست و چه کاری میخواد انجام بده. این هم بخش قبل از شروع صحبت. بریم برای بخش بعدی که میشه هنگام صحبت کردن. خب بخش سوم هنگام صحبت کردن. با توجه به آمادگی‌های قبلی که داشتیم، اون کارهایی که انجام دادیم، اون بادی اسکن، اون تنفس مربعی، اون حالت تصویرسازی مثبت، اون حالت کنترل انرژی، الان اومدیم توی جمع و داریم صحبت می‌کنیم. اما باز هم برامون اصطلاحاً توپق اتفاق افتاده و توپق زدیم یا سوتی داریم، مغزمون قفل کرده. اینجا باید چیکار کنیم؟ یک تکنیکی هست به نام تکنیک پاور پاز. خب زمانی که اشتباهی انجام میدین لبخند بزنیم و حتی شده با عذرخواهی یک چند ثانیه وقت بخواید، 1 ثانیه تا 2 ثانیه وقت بخواید، تمرکز کنید در همون 1 یا 2 ثانیه، ذهنتون رو دوباره جمع جور کنید و صحبتتون رو از چندین کلمه قبل که اتفاق افتاد دوباره ادامه بدید. مثلا با توجه به اینکه در این مورد خواستیم صحبت کنیم و ادامه صحبت، همین تکنیکی که الان گفتم. تکنیک بعدی تکنیک میکرو کانکشن. یعنی به جای اینکه توی یک جمع مثلا 40 50 60 100 نفره قرار برین، تمرکز کنین روی تمامی افراد، هر جمله هر بخش از صحبتتون رو با شخص خاصی ارتباط چشمی بگیرین، با اون تموم کنین، به پایان برسونین و بریم برای شخص بعدی. اینجوری تمرکزتون جمع‌تر میشه و اصطلاحاً این حالت میکرو کانکشن، تکنیک میکرو کانکشن اتفاق میفته. تکنیک سوم
تکنیک آزادسازی انرژی در حرکت. خب قاعدتا دوباره که داریم صحبت می‌کنیم یک مقدار استرس هست، انرژی جمع هست و شما هنگامی که داریم صحبت می‌کنیم با استفاده از زبان بدن، با استفاده از اکت‌هایی که داریم، با استفاده از قدم‌هایی که برمی‌داریم، این انرژی ها رو آزاد کنیم و سعی کنیم که بدن رو یک مقداری سبک‌تر کنیم. و تکنیک چهارم تکنیک ریست تنفس هست. به این صورت که وقتی میخوایم یک نکته رو بگین نفستون قطع میشه، خب اینم حالت طبیعیه که برای بدن اتفاق میفته، شما اون لحظه یک نفس عمیقی بکشین و ادامه صحبتتون رو با بازدم بگین. به این صورت که بله، با توجه به این که در این باره خواستیم صحبت کنیم و این تکنیک اتفاق میفته، ادامه صحبت رو یک مقداری با سرعت پایین‌تر و با تمرکز بیشتر انجام میدیم. خب خوشحالم که همراه هم بودین. توی ویدیوهای بعدی تمام راهکارهایی که برای رسیدن به یک موفقیت در بیزینس وجود داره رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. پس خوشحال میشم که من رو دنبال کنید.